چند بار تا به حال به تاریخ اهمیت دادید؟ تاریخی که هر بخشش یه درسه و شما رو غنی میکنه. پس این داستان رو به عنوان درس اول تاریخ با هم بشنویم. بودا از روستایی میگذشت. مردی چوب تراش او را دید و گفت: تو که از همه چیز دست کشیدی، با چه امیدی فقط به مردم آموزش میدهی؟ آموزش چه فایده دارد وقتی من به سختی کار میکنم و هنوز گرسنه‌ام؟ بودا گفت: قلم. عطر را نگاه کن. هر چه با آن کار کنی کند می شود. ذهن هم مانند قلم. توست که هر چه از آن استفاده کنی فرسوده می شود. پس همانطور که قلم را تند می کنی، باید ذهنت را هم آگاه کنی. بودا همیشه به آگاهی ذهن اشاره می کرد. چیزی که امروز هوشمندی را به ارمغان می آورد و هوشمندی به شما موفقیت را هدیه می دهد. اول از همه آگاه شوید و سپس هوشمندانه تصمیم بگیرید. اگه از محتوای داستانی خوشتون میاد، حتما از ما حمایت کنید و با به اشتراک گذاشتن تجربه هاتون ما را آگاه تر کنید.